توی این روش هر 4 دیسیپلین معماری، سازه و برق و مکانیک به صورت کامل، به صورت سه‌بعدی مدل سازی میشه با جزئیات بالا و این باعث میشه که ما قبل از اجرا تمام چالش‌ها و کلش‌های احتمالی را شناسایی کنیم و همینطوری مدل سازی دقیق باعث میشه که یک متری دقیق به ما بده و اطلاعات هر المانی رو که میخوایم به صورت دقیق به ما بده، مثلا برای این تیر ضخامت بال و جان و در واقع ارتفاع اون و تمام اطلاعات لازم رو به ما میده برای تأسیسات و این باعث میشه که ما یک متری دقیقی از کار داشته باشیم و تمام اتصالات و مصالح مورد نیاز رو بتونیم برآورد کنیم. باعث میشه که هزینه‌های ساختمون و پرت ساختمون کاهش پیدا بکنه و در نهایت یک رندر با کیفیت بالاتر بعد از اینکه سقف کاذب و در واقع کارهای نهایی معماری انجام شد، برای این تصویر سه‌بعدی یا شوروم ها میتونید استفاده بکنید و همینطور جنس مساله و غیره رو توی این مشخص بکنید که کمک بسیاری توی مدیریت ساخت و فروشمون به ما